خب خب ببینید کی اینجاست. ارزلو باشی که تا حالا ندیدیمشون. جعبه دیگه همینجا باز میکنم، حوصله ندارم. خب بریم اون طرف، ما اینوری میریم. اینقدر لگم که ناخونم داره میسوزه، زیر گوشی داره جلز ولز میکنه. خب اوکی داداش، اول ما اینو فعالش میکنیم همینجا. اوکی همینجا فعالش کردیم، این منطقه رو باز کردیم. 5 تا تلپورتری اینجا من میبینم که با هم اینا رو باز کنیم و اوکی let's go. سب کن فقط اینجا یکی هم داریم بهش میدیم، یک دیگه میخواد تا ارتقا لول بکنم. سلام داداش خوبی؟ گیرمون ندیو هیچی نمیگه، خوابش برده. بهتره ناخونوش نکنیم، اگه ناخونوش کنیم یهو دیدیم داری ناخونیمون میکنه. چی شد؟ چقدر اومدی بالاییزی؟ چه جعبه ای بالا پیدا کردم، حال کن دادا. اصلا جعبه چقدر سری پیدا میکنم من اینجا. فقط پیداش کردم، اینم یه علامتی زده بود، اینم پیداش کردم ایزی. خب فقط باید کجا میرفتم؟ از پایین نمونه اینجاست، ایزی. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light action. If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. خب بچه ها گفتمون بریم پیش اون. حالا من دقیقا نمیدونم میخواد چی کار کنیم، ولی این چی الان چی کار میکنم؟ کوش رفیقمونه و اینم نشون دادیم بریم پیش این. چه اتفاق میفته؟ او چی شد؟ اوکی فکر کنم یکی از تلسما برداشته شد جور که من میبینم. Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. بریم 3 تای دیگر هم باز کنیم. خب کاری ندوش خو این. خب باره بالا. اولی اونوره بریم. بریم اونور. بخم بریم اونور. ما اینوری میریم. خب اوکی دونه دونه اینو ببریم. این اولیش چی شد؟ چرا الان وسط این یه من با مبارزه انجام بدم؟ 1 دقیقه خورده هم بهم وقت بده. اینو بذار اینجا. امیدوارم دیگه برای همش دیگه اینجوری نباشه که دونه دونه و بریم یه آدم بکشیم. نه دیگه مثلا بریم همینجوری بذاریمش دیگه. حالا امیدوارم.
اوکی. این خب پر شد. یکی دیگه اونجا بود. What the hell is going on؟ الان اونه اونجا چیکار میکنه؟ باگ خوردیم. یه سوال فنی. الان من برم توی این دیگه نیومد. اوکی دیگه نیومد. اصلا نمیتونیم دوتو برداریم ببریم. حوصله‌مون نداده. یا این هم برداریم. نظرت چی میشه؟ ای والله. ای والله. طیب الله و احسن الخالقین. این از این. اون یکی هم که اونجاست. داداش اون یکی رو من هنوز نذاشتم. چطوری 3 تا رو با هم حساب میکنی؟ یعنی چه؟ باگ چیه؟ نمیدونم. نگاه 3 تا برای من حساب میکنه. چرا؟ اون نمیدونم خوبه یا بد. احساس میکنم اینا رو گذاشتن که شکستشون بدیم. کار من ندارید؟ بام. چرا من توی اینا نور میبینم؟ آره نور میبینم. وقتی که نور میبینید یعنی که ادراین اومده بالا سرتون و میخواد بکشتتون. برش دار دیگه. باید دوتا رو بریم بذاریم. بی امید این که خودش سومی رو بذاره. بیشوخی بهتره دیگه آقا. تو که اینقدر علاقه مندی بذاری تو این دوتا رو هم یکی حساب کن. چی کار داری؟ میگم دوتا رو یک حساب کن. دوتا رو 3 تا حساب کن که علاقه مندی. ای جانم 3 تا حساب کن. چرا ایشو نمیدونم. چه باگی نمیدونم. بهتر برگردیم فکر کنم دیگه. همه تلسماشو کندیم از ته. صبر کن ببینم اینجا چرا علامت دانجن بود. یه سوال فنی. Hopefully this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Diluc accompanied us to the very end. Despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. As for Master Jean, responsibility perhaps. What about the tone deaf باشه یه نفرم boy? خود جون بشه چیکار It's کنم؟ freedom. جونش میدیم آقا. نه جونش نمیدم. Freedom? میخوام بازی رو تنهایی When you برم. first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. خب بچه چی شد؟ نمیدونم. فقط تنها چیزی که من دیدم این بود که اینجا که بیه برو نقشه اینجا علامت دانجن میزنه. تنها چیزی که من میدونم. فکر کنم ببینه توی دانجنی مانجنی چیزی. فکر کنم ببینیم چطور میشه. چه اتفاقی قرار بیفته برامون. چی قراره بشه. خب داره چه اتفاقی میفته به نظر شما؟
دوباره هرچی مثل که راست میگه پویزنش از سمش تو 2 جا اومده. اون موقع جلویی فقط بود، این دفعه 3 جاهه. دوباره اینو بهمون داد. مثل بار قبلی که اون فردی که نمیشناختیم دوباره قدرت رو بهمون داد. حالا کی هست نمیدونم، ولی فقط میدونم که آدم خوبی که این قدرت بهمون داد. آره خب بگم جا خالی بدیم، بنفشه رو بخوریم، مثل که بنفشه آبیا رو بخوریم. نه دمیج میخوریم خواهی که بخوریمشون. بس چطوری؟ من خوبم، تو چطوری؟ اوه یه چیز اوکی یافتم اوکی یافتم. اینا رو جا خالی بدیم وگرنه جلومون کم میشه. اینا رو بزنیم یا تو سرعت مانند درست میشه و بزن بریم. اوکی دیگه بالا سرشیم دیگه. بزن خارو مادرش یکی کن. فرار کرد. دوباره بهت میرسم غمت نکنه. این دفعه دیگه قشنگ بالا سرتم. دوباره میگیرم خار و مادرتو یکی میکنم. این دفعه دیگه خار و مادرت یکی شده است. زدیمش ای جانم. زدیم دوبالینو زدیم. فشا بخور. واقعا زدیمش. جونش که تا آخر کم شد. حالا نمیدونم. اومد به این صفحه. احتمالش هست هنوز نزده باشیمش ها، چون که جلویش هم هنوز بنفشه، عقبیش بنفش بود زدیم، جلویش بنفشه. احتمالا باید جلویش هم بزنیم. ولی چرا رفت رو این که دیگه؟ چرا ونتی جلوی رو ما بود؟ خب حالا اجدا میاد. اجدا عقبش به شوف رخته، فقط جلو داره. خب اوکی ونتی این 4 نفر برتر بازی. اوکی و الان چی شد؟ این چیه دیگه؟ اوکی هوا داد بگم گوزید و پرت شدیم اومد. فقط با یه گوز. خب اوکی دوباره اینجا دیگه کار تمومه. فشا بخور گوش هان. خب اوکی این هم قدرت داره. اوکی چرا من اشتباه زدم؟ چرا من فقط تو همین صفحه هست؟ صبر کن این اگه من بگیرم تا پرواز کنم. آخه هر بار خواستم بگم که دوست دارم، زبونم بند اومد بریده شد افکارم. حالا اگه ازم اعتراف میخوای ناچارم. ولی که ازم اعتراف چرا نمیخوره؟ دمیج نمیخوره. دمیج بخور. ما با به سرش بزنیم. بگیر. آها همینه. بگیر براق برای دور. بگیر چرا دمیج نمیخوره؟ بگیر. یه دمیج دادمش. دوباره بزنمش بیاد پای. چه ای بیناموس چیه دیگه؟ وسط مبارزه باید دیفنس هم بدم. خیلی بیشوری. چی شد؟ What the hell is going on؟ بیمیر کجا تر میری بیناموس؟ سکم جلو میگیریم، جلومون در میاد دیگه. بگیر. بگیر. دوباره بیاف. خوبه. سکور بالا. نه نمیتونم اسکه برم روش. سکو اینجوری بزنم. آره ضربش دقیقه دیگه. خب بزن. چرا نمیزنی دادش؟ بزن دیگه. بزن این بیناموسو.
آها خیلی دمیج دادم دفعه. بی پایین بچه، بیا پایین سرمون در گرفت. میگم بیا پایین سرمون در گرفت. آها شله بخور زمین. بگیر بمیر 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 بمیر. جان عمت بمیر، جان خالت بمیر، جان هفت جدت بمیر. بمیر بمیر بی ناموس دلقک، بی شعور عوضی کثافت نجاست آشغال کثافت نجس. بگیر. آها هنوز دوباره دوباره شروع میکنم به زدنت. آره سک به جلوی یا آبیل فصل. این که قوی شد دوباره شروع کرد. ببین چوس جونه بیگوزی مرده. یادت گوزی رو پرت کردی و بعد حالا ما میگوزیم پرت میشود. آره فشا بخور. میخوای فشا بخوری فشا بخور بی طبیعت. میخوای گریه کن بی تربیت. بگیر بی تربیت. سکن اینو بزنیم جون همه رو پر کنه. بیام روی این کاراکتر حالا بی جلو. داری بی جلو. دوالین بی جلو. بی ناموس دلقک کثافت بی جلو. بخور زمین دیگه حرف نزنی. نگاه این بام مردی. یکی از ایزی ترین باسا. یعنی نگاه دوانی خوی چکنی دیگه. دیلو کم بیاری جلوی من میزنمش. فقط با کاراکتر هست با کلی میزنمش. چی شد کجا رفتیم یا چی شد حالا زیر زدم یا اتفاق بعدی برامون نیفته. چی شد خب اوکی. ها اینقدر ما با این جنگیدیم خارشو یکی کردیم، چرا الان منو نجات داد؟ مگه فیلم هندیه؟ چرا حرف میزنه؟ آخه من نمیفهم اجداد چطوری حرف میزنه. احتمالا داری میگی ممنون که منو نجات دادید عزیزان من. چی شد؟ این چی بود؟ قدرته؟ پاور شنیدم اون وسط ها. قدرت داشت بهش. الان یکم عجیب نیست که شما مثلا یه نفر رو داشته باشید تا سرحد مرگ بزنید، بعد از 1 دقیقه بگه عزیزم من نجاتت میدم، هر اتفاقی برات بیفته من می نجاتمت، اشکالی نداره، من کمک کار تو هم. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. بچه ببخشید یکم دیر صدا رو بلند کردم براتون، ولی اشکال نداره. 92 ثانیه پایین چی زده بود؟ One day later، یعنی چه؟ 1 روز و نیم. 1 روز one day میدونمش 1 روز. later یعنی چه؟ نمیدونم. 1 روز بعد شاید. ایوالا. خب دوباره ما برگشتیم. اینا چرا رسیدن تو دم در خونمون؟ اینا چرا تو دم در خونمونن؟ سال فنی. Doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. کار ندارم اون پشتیا مگه برای هیلوجرا نبودن؟ چرا اینا الان اینجا؟ I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here?
While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh, yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls. Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the Storm Terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. چی درنق میذارم من باید سری اینو ادیت کنم. کار ندارم چقدر از اینا رو من همش باید بزنم. آره مثل که میشه زد. من احساس میکنم همه اینا رو بزنم. یعنی چه اینا الکی چرا اینجا الکی من جون کندم آخر همه اینا اینجا. یعنی چه درسته زشته کثیفه مستحنه. من چرا دو بار این کاراکتر رو گرفتم؟ آها این خود بازی مثل که این کاراکتر رو بهتون میداد ولی من زودتر گرفته بودم. و اینا هم میتونه بریم که پریموجن 20 میده و یه چیز دیدم اینا میده. کار ندارم من الان صفحه این چی میگه لول آپ. نه نمیخوام انتقاد بدم. کار ندارم من الان برو تو قسمت ویش. نمیتونم ویش بزنم. صاف کنم ببینم مگه اینجا میومدیم اینجا مگه به اون قرار نبود چیز خوب بده؟ چرا یعنی هنوز تموم نشده؟ خب که کار ندارم. کار به این قضایی منده ندارم. یک فیش عادی داریم همین انلاب میزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. چیز خاصی نداد. اوکی اسکیپ. اینجی گرد زاد و کاری بهش نداریم. میایم بیرون میریم تو شاپ. فکر کنم دوتا رو نه یک بیشتر نمیشه. یکی دونه ویش میخرم. نه چرا چیشی ندارم. سم ندارم بزنم جمشه ولی آره میخوام ببینم چی به میده. اگه ناوایا رو بهم بدی یعنی این ویدیو خیلی خفن میشه. دراگون ایزی زدم ناوایا مثلا بگیرم. برو بریم بسم الله الرحمن الرحیم. برو let's go. چی میشه؟ ای بابا خارشو طور دوست ندارم من اصلا. هی خدا شکرت. اشکال نداره باش بره بعدن. زیاد اونقدر مهم نیست برام. اصلا مهم نیست میدونی؟ اصلا مهم نیست. سب 13 تا این اول من بزنم. شما اینجا چی غلطی میکنی؟ خب اینا رو بزنید. تو اونجا داری چی کار میکنی؟ زانو زد داره بند کفششو میبنده فکر کنم. بابا اینو بیا بزن تموشه بیاره دیگه. تموم شد ایزی. یکی دیگه اون نمیگه کجاست. خوب کجاست؟ آهونه این فسقه چیز
رویزیم. خب الان اینو تمومش کردیم. خب با بریم اینجا. اون کیه؟ خب اوتو با هم توی صحبت میکنم. خب بچه ها لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه فعلا. یا حق